خاله یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ گفتم خب نه بگو چیه. گفت که خب طلاق میگیره اگه بهت بگم. گفتم نه بگو چیه. گفت شوهرت به من تجاوز کرده یکی دو بار. بعد میگفت تو که مثلا اون همه عاشقت بوده چرا مثلا اونو ول کردی، چسبیدی به اینکه این همه خیانت بهت میکنه، حتی به منم رحم نکرده و این حرفا. میخوای من شماره‌شو بگیرم باهاش صحبت کنی؟ بعد صحبت کردیم دیگه. به نیما گفته بودی متأهلی؟ نه اولش نگفتم متأهلم. تو عقد که خیلی بهم خیانت میکرد، ولی من حتی به خانواده خودم، به خانواده خودش هیچی نمیگفتم. چرا نمیگفتی؟ خب میگفتم شاید خوب شه، یا مثلا شرم داشتم چون خودم انتخابش کرده بودم. مثلا میگفتم مثلا میخوامش، خانواده من مثلا زیاد راضی نبودن، من گفتم میخوامش. چند بار برای طلاق که اقدام کردم باباش مثلا ضمانت میکرد، میگفت خوب میشه، مثلا به خاطر من این نفر رو ول کن. منم باباش خیلی پشتم بود، واقعا پشتم بود. وقتی یکم نصیحتش میکرد بهتر میشد. بعد اینکه دیگه گفتم بذار حالا بچه دار بشین، تا اون زمان بچه دار نشدیم، گفتم بذار بچه دار بشیم شاید بهتر